در این ویدیو به یکی از ابزارهای مهم در تشخیص نقاط سقف و کف بازار میپردازیم و با هم سیستم آلرتی فعال میکنیم که در زمانهای حساس بازار آلرت دریافت کنیم و گرفتار کنترل لحظه به لحظه این ابزار به صورت دستی نباشیم. تا انتهای ویدیو همراه باشیم. با سلام. در ویدیوهای قبلی هم در رابطه با اهمیت سنتیمنت صحبت کرده بودیم که لینک او ویدیوها در انتهای این ویدیو و همچنین در دیسکریپشن ویدیو قرار میدیم و حتما توصیه میکنیم که ببینید. خیلی وقتها ابزارهای ساده میتونن خیلی مفیدتر باشن نسبت به ایندیکیتورها و تحلیلهای پیچیده و یکی از این ابزارهای ساده و مفید گوگل ترند هست. تجربه ثابت کرده که وقتی درباره بیت کوین در گوگل سرچ زیادی انجام بشه به سقف و یا کف قیمتی خیلی نزدیک شدیم. به عنوان مثال اگر در گوگل ترند بیاییم و عبارت بیت کوین سرچ کنیم و محدوده زمانی هم 90 روز گذشته در نظر بگیریم، میبینیم که نقطه تاپ این گراف میشه تاریخ 11 جنوری در نظر بگیریم. اگر چارت بیت کوین در اون محدوده زمانی بررسی کنیم میبینیم که دقیقاً در همون تاریخ بیت کوین اصطلاحاً در لوکال تاپ خود قرار داره و بعد او هم افت قیمتی حدود 20% تجربه میکنه. پس میبینیم که چقدر مبحث سنتیمنت اهمیت داره. باید در نظر داشته باشیم که حجم زیاد سرچ همیشه نقطه تاپ بازار نشون نمیده و بعضی وقتها برعکس ممکنه سرچ ها به دنبال یک حرکت نزولی و نگرانی اکثریت مردم از سقوط بیشتر باشه که در اونجا میتونه نقطه کف بازار باشه. پس حجم بالای سرچ باید در ترکیب با حرکت صعودی و یا نزولی اخیر در بیت کوین تحلیل بشه. یعنی حجم بسیار زیاد سرچ و حرکت صعودی شدید بیت کوین سیگنال خوبی برای فروش هست و برعکس حجم بالای سرچ و حرکت نزولی شدید میتونه سیگنال خوبی برای خرید باشه. اگه ما کاری کنیم تا به صورت خودکار و بدون چک کردن لحظه به لحظه یک گراف بتونیم از تغییرات ناگهانی حجم سرچ در همون لحظه خبردار بشیم، خیلی میتونه مفید باشه. تصور کنین شما ایمیلی دریافت میکنین که شما خبردار میکنه حجم سرچ بیت کوین در گوگل چند برابر افزایش پیدا کرده و در اون لحظه میشه با توجه به چارت تصمیم مناسبی بگیرین. خب حال چطور میشه روی گوگل ترند سیستم آلرت فعال کنیم؟ برای این کار باید به وبسایت میتگلیمز مراجعه کنیم که لینک در دیسکریپشن ویدیو هم قرار داده شده. در این وبسایت روی گزینه ساین اپ کلیک میکنیم و از گزینه ساین اپ وید گوگل استفاده میکنیم و اکانت گوگلی که قصد داریم استفاده کنیم انتخاب میکنیم. در این قسمت روی گزینه کانتینیو کلیک میکنیم و مراحل ادامه میدیم. در این قسمت گزینه get extension کلیک میکنیم تا اکستنشن مربوطه روی کروم نصب بشه. گزینه add to کروم کلیک میکنیم و تایید میکنیم. در این مرحله روی گزینه investing کلیک میکنیم و در صفحه‌ای که باز میشه در قسمت فری روی گزینه سابسکرایب کلیک میکنیم. در اینجا هم از شما سوالی پرسیده میشه که چطور با این سیستم آشنا شدین، که در جواب میشه بنویسیم یوتیوب و بعد از کلیک روی کامپلیت اکانت شما ساخته میشه. در قسمت بالا باید گزینه گلیمستر حتما فعال کنین تا گزینه های مربوط به آلرت فعال بشن. در این قسمت به عنوان مثال عبارت بیت کوینر سرچ میکنیم و باز هم در محدوده زمانی گزینه 90 روز گذشته انتخاب میکنیم. در این حالت اگر روی گزینه Get Alert کلیک کنیم به صورت اتوماتیک در صورت تغییر چشمگیر در این گراف ما توسط ایمیل خبردار میشیم و هشدار دریافت میکنیم و بعد از دریافت هشدار خیلی بهتر میتونیم نسبت به خرید و فروش تصمیم بگیریم. این کار روی باقی ارزها هم میشه انجام داد، ولی او ارز باید حتما حجم بالایی از سرچ در گوگل داشته باشه و حتما قبل از استفاده روی باقی ارزها نحوه حرکت قیمت او ارز در محدوده های سرچ بالا روی چارت بررسی کنین تا مطمئن بشین. با انتخاب ترکینگ داشبورد از قسمت بالا لیست تمام عباراتی که شما برای اونها آلرت فعال دارین نشان داده میشه که با کلیک روی آن ترک میتونین از پیگیری او عبارت در گوگل ترند صرف نظر کنین. مشاهده ویدیوهای لینک شده در این قسمت به شما توصیه میکنیم و امیدواریم از مطالب این ویدیو هم استفاده کرده باشین. با آرزوی موفقیت و دیدار شما در آموزش‌های بعدی.